سلام صبح بخیر. کاکاشی کاکاشی دادم من بهت بکنم کاکاشی ما جانم رقم بزن جانش زندم سلام کجا هیچ نمیشه آره میونه گفته ماری با آخر خب بابا چه خالی چه خالی ما تو چه میمون من پیشم ندادی تی پیزم ندادی گفت چه داد مامان تیسر هنوز خوب نوسه باشی شوندی بالد خوب ما حبقتو 4-5 روز با میسرده بودم 4-5 روز مثلا نگفتم که آخه چی تما کن یا خب خونه چیز چی مسخره بازی دعوت کنی میمان دعوت کنی چی آقا مامان من رو در وایسی گیر بودم ندونستم بگم آقا میمان نگم بخوام میمویه حالا تلویزیون گاشن فندیمی یعنی چی فقط توی بخوف زمانی خب چی سو ما خلاص هم خونه بیرون ما فراموش کردم ما فراموش کردم چیه دختر فراموش حتی رو گفتن نبا چی فراموش کردم کجا هانی مانی من قسم میخورم بابا اصلا میگم ما اختلاف اصلا نخوریم ما با هم دیگه انی پیر خورو پف کنه بعد اصلا او دختری میرزا قاسمی دوست داره ما از میرزا قاسمی رو افزنیم اصلا بودم ول کن نخوایم هیچ می حرفا فکر کنم تو ناراحتی پیدم میمار ناراحته بودم من انتخابی بکنم که میمار رو نخواه سری خط بزن چیه خب بازدی سر مثل خوب باش مثل خوب آفرین بلند میسو ما تا از هفولم هنه گفتن دونده برنگه آخه من که قصوشم با همان نخوریدی هم بود تو عقل من همیشه گفتیم او زکن دونه فا بکنه تویده بکنه اصلا میسو تو نخانه دنی هذه فراموش نه تیجان از پیر خیلی خوره گفتم من دوشم نگفتم من خوابم آدم یکی بابا ولش کن بابا تو چیپس مو خویش خاص کردی مو خودت تاش انتخاب کردی حالا فعلا تو فکر ازدواج نیم خب خداش آره ازدواج الان فعلا خوایم بزنم در کنار قانون گرم خانواده ممکنه من دیره مش تدیر اصلا بلا میسه مش متری بگم آفرین بلا میسه نتیجه نبینم پول داری پول مون نداره خب باشه بشو بسلام سلام سلام خوبین؟ اینجا چی هم می‌ریزی تو؟ رفتم من ورزش کنم ورزش بکنی؟ شما اینجا چیکار می‌کنین؟ سرخیز شدین؟ من دارم کار سر دیگه آها سر کار میرین آره. چه کاری میرین؟ من فروشگاه گنجینه فرش خزر هستم تبلیغش رو دیده بودم اتفاقا خیلی چیزای خوبی داره چیکار می‌کنین؟ جان من این چی دیگه ورزش داریم می‌کنیم دیگه صبح همیشه ورزش می‌کنم خب اگه اینجوریه ورزش کارین که من از این بعد صبح همتون رو بیدار می‌کنم تو همین و حیات ورزش کنین آخه ما همه صبح ورزش نمی‌کنیم مثلا می‌گیم نه بشو جان چی شده؟ الان ورزش داریم دیگه میگیم بشو بیا بجو من تمرینات خیلی بهتری هم بلدم آره اما دیگه بشو دیگه نه میگم که ما تو ورزش‌ها چون همه صبح دیگه ما ورزش نمی‌کنیم چون بدن ما میگه آقا این دیگه چیه مثلا هر روز ما باید صبح پاشیم ورزش بکنیم اتفاقا هر روز صبح اگه نه جان ما تمام بدنتون قشنگ ورزیده میشه آره دیگه ما به خاطر هم ورزش جان تیم بابا سلام شکوفه جون صبحتون بخیر من قربونتون برم سرخیز شدین من که بیدارتون نکردم نه دیگه لابد بیدارتون نکردم چون من خیلی آرومم چون بابا اینا اونجا خوابیدن خیلی آروم اومدم ورزش کردم دارم میرم با اجازتون خیلی نگهدار با اجازتون قربانشون تو نگفتیم مگه تو خدا دیاد بونه تو مگه تو آبته ما جان مانی تو مگه بیدی که آدم واسه کار دی یو بود سلام علیکم من ندارم که بزنم که تو نو مال بودی هم مت ایجاد باشو حتی 20 دلار بود ما کاری نو سلام علیکم ورزش می‌کنیم من نقصی حالا من گوشی موبایلمو جا گذاشتم باید برم وای اونجا کارتمش داره مواظب باش من دیگه عادت کردم با اجازهتون اگه کارداشین صدا چیه موبایلم خودم تو رو من نکنم من کارشون دارم لازم کار ندارم ما فوتو آنش من تو ما بودم دی چرا دعوت یشیم مرا دستن عادی آتی بگم مده تری که قربونت برم آتی سینی خلا بسیاری تو الان شرایط خانواده اصلا روبرانی شرایط درون آقا برنگ آقا من دی چی بکنم من گرانو گفتن بسیاری آقا اما تا با خودمان ببین من که مریض شکست داشتیم تا با هم دوباره می قلب ترمیم بودم بیدم این فرد دیگه می نیمی گم شده پیدا بودم تا با هم دوباره اونی مرا کانکت ببام من هر چی فکر کنم برنگ جان نیبه که نیبه
آقا نیبی که باید راه چاری پیدا بکنم. آقا تو ننی که شایان 50% قضیه حله. خب خوبه که برنگ 50% قضیه حله. 50% قضیه حله. خب 50% دختره حل ده. نه دیگه 50% میشین. من دنم که اون مینیمی گم شده. خسته نباش. آره دختری خبر نره. این واقعش نوسه کنه بگم. آقا تنها رایالنه که شمی ارث ببخشید. من دم می فکر نه آقا ارث میشینی گو میمار چنه میپرم و چودهی ببخشیم حرف زنی. هر کارو بکنیم ده برم. چی بکنیم؟ بس نی سلام شما مبارک. سلام شما. سالتون مبارک. انشالله سال خوبی داشته باشید. ممنونم همچنین. بیده چی گرم سلام علیک بگو. آقا دیگه گرم سلام علیک بگونه، سرد سلام علیک بگونه، ولم سلام علیک بگونه. من بگفته نه. من امین فرم رو بگه نه. تمام. من گنبوش و ستاره خانم همراه صحبت بکن. چی؟ ستاره خانم همراه مجددا صحبت بکن. شاه نیشت یارو حرف زنه. اصلا از عشق هیچی نفهمی. ای من نظرم دی. من نفهمم. آقا عشق سه کلمه ولی آدمو دیوونه میکنه. تو ننی من چیگم؟ الان کی هوش برتر تر چیگه؟ میوش. سلام. مثل اینکه مجددا آقایان کنفرانس سران تشکیل میدن. نه باش. نه آیریالی. آیریالی. شمی نوت مبارک. نو؟ سال نو دی. سال شما مبارک. یه فضل کرونا توجه بفرمایید یه نفر از شما دوتا باید بشید شعبه یک. بله. اوی مشغول بگید زاکن دستنهایی دی. بله. اما در ایام نوروز از 10 صبح تا 10 شب یک سره بازی. مشتریان تانی تشریف آورید اما در خدمتش هم بسی. آقا فرست فقط اما خب هیچ تعطیل داریم یه روز مهمانی علاوه عیدی بدی. اشکالی نداره. اونو گفتم هماهنگ بکنه خانم فرست برنامه‌ریزی کنه. فقط آی فرست شرایط نقدی چطوره؟ در ایام نوروز 25% در خرید نقدی اما تخفیف منیم. یعنی چی عزیزی با ما دو تا فرش به با 10 میلیون تومان 2 میلیون و 500 هزار تومان چی تخفیف داره میبینی عیدی دیگه 25 به هر حال اما در خدمت شایستیم ده سفارش نکنم گوشویی خب کاری ندید فعلا نه هایدی ای آقا اما نم ده بیشه آقا من اون چی بکنم آقا بیرنجا من الان چی بکنم من هر چی گم تو گی نه اتو نیبه اتو نیبه چی بکنی تو عقل بده چی دنی زیده را بریم جلو همش تو گیدی همش تو گی آخر سرم من مقصر بابا اتاقم تو رو واسه جارو بزن دست نکنه بلند نیست بوشو واسه جارو بزن بابا جارو برای چه کنید خیلی خوب باز برد احمد اینه جارو زنده علیه بگو تو بگو در سلسله اشکانیان چرا عوض کردی کنفرانس بنده برام در سلسله اشکانیان پرنده ای بود که غذا میخورد. سلام کجایی متکانه های بس کانه تمام ساره دوم دیدم یه ذره تمام ساره یکم دوم دیدم بالا تو میگی تلفن چه میگی ما فوزت بازن دیگه کار زیستم وقتی من بگفتی اون بودم باشه چی باشه دیسه نه من بگفتم نه چه تو کنیم ما بگفتم چرا بگفتی من اعتراض بین من شما چی خانواده ما هیچ جان خانواده پیران میکنه ما هیچ تو شما نگفتم ولی خام بگم نه جان بریم ما گفتیم نه یعنی خام بودن برم با چی اشتباهی بکنم من ترا نگفتم مگه من تا الان مادر بودم من تا الان شما رو زور بودم من تا الان بودم شما کار بودم من تا الان زور بودم کار من تا الان زور بودم واشه داشه خب بگید عامل الان ندارد مانی یکون تو زور بودم راهنمایی مثلا مادرم با چی با راهنمایی میکنم میخط قرمز گفتم تمام شد خواهم بدنم اوشان اصلا در شن همی خانواده ایسی نه خواهم بدنم کی اما از جنگ که داریم خواهم بدنم تو الان درست بود که تو اکارا بکنی نه خواهم اون دختری که بیچاره و یه بنای بابای دوره دختری که یعنی درسته نه یعنی خواهم بدنم ما مادر خوبی برای شما نوستا نه نه ما بر اساس اون نهای قبلی ما بگفتیم ببخشید مادر خوبی است خیلی خوب چرا مثلا تو عطا کنی ما که دیوانا بسندن تو چرا عطا کنی هرچی مامان حق داره چه که ماشین روانه کن من صحبت نمیشه اما ما غریبه این مگه نه بیتا جان جلسه پشت درای بسته مامان جو از جارو اگه نیاز ای بنم چیزی بگفت جاری دیونا بگورم باشه من کار دارم باشه من کار دارم باشه من بیا هرچی مامان بگفته بگی چشم تو چی بار نه حتی سرپا صحبت کنیم ببینیش تو که ما تو کار نرم ما خیلی بزنی ما چی دارم ما دو پایلنگا دارم ما چوب دارم چوب ما چی دارم بزنم ولی اباق را دارم یادگار خانوادگی یعنی تی جان درو همانه باشه کنم
آقا ما اصلا فضای بازی صحبت میکنیم میشه اول صحبت بیا ببینش بگم متکن کار نره ببینش او بابا ما ترسی بیا بچه ببینش بفرما من چی بفرمایید صبح تر بگم من نخوام دختره من نه چری خواهی بدم نخواهی تو بدن دختره که بگریگی که نرو اون پاش کار تبش پای تو رو میخوره خب مانی جان مهمان محیط نشنازه مهمان بله مهمانیت سلام علیک تمام اصلا انا طرف نه اصلا انا طرف تو مریم نامه بیده ای ما تره بیدم فقط تره کشم مریم نامه بیده ای سلام بگید زشته بابا زشتی تو چی سلام علیکم امرا داری مگه نگوی تمام بسا مگه خب آقا اسفندیار چی؟ اسفندیار بیده هیچی سلام بگید آقا اسفندیار طرف آره اسفندیار طرف مریم طرف میلاد چی؟ میلاد چون خیلی وقت هایسته میلاد دیری سلام علیکم مستقیم راست پیلمار چی؟ خیلی بدنم که مثلا اتفاقی دی پیلمار هیچی پیلمار چون پیل آدم مثلا احترامش واجبه سلام خداحافظ خداحافظی دارم بکنم بله تمام اتمام حجت دنیدنم چی داره بگفتم اصلا فکر کنم ما مریم خدمت سلام علیکم چه مریم؟ آره ما خدمت سلام علیکم بریم تو تریه چی باب گونیم بله سلام آقا پیرن خوب هستی حال شما ما خوب هستم ولی مامان گفته با شما گرم نگیرم سلام آفرین بلند بسر خب آفرین بلند مامان من گفته نده مامان من گفته نه بابا بگی ما ترگم حدیث فقط در جا سلام بگی اطراف خالی ولی وش آره سلام آقا پیرن خوب هستی حال شما خوب هستی شما خوب هست باز کاش کابوتی تو گازغال نشم بدم تو کاش کابوتی اکی تو یا شما بودم بگم که فقط دینی سلام بگی اطراف نه اطراف آقا اسفندیار بود حالا اطراف سلام کی بگی اطراف تمام شده هر باش یعنی چی تاکسی تیشینه ما تیم را عذاب دارم کم یعنی خودم تو اشن را بده تو مگه نگفتی ماشین خانه را میدم مامان تو اشن بعد هتل چه بده اتاقتون بخود با چی وشن تلویزیون تخم همه چی در راه با چی تو خانه نشدگی اشا ها آدمانی است که ری بد باخشم بوده می زمینه نفگیرید یعنی من چطور ترا بگم برم خدا بیامرز آقا جان مرا گفتی آقا جان یعنی لحظه مرگم شوند خود چون تو سنده و مرا بوده بیرانگه زاک خوابی است با مزه است ولی زخور شیرین عقلتون هوای بده من چی بگم آقا جان گفته باشی آقا جان بودی آقا جان خدا بیامرز که آخرش آلزایمر داشتی ولی ترا خوابیت تو شناختی آنی تو دانست هیچ چیز همیشه گفتی بران تو خوب شناختی تو دوست نه الان دوست داشتنه آره تو دوستشی هنوزی تر یاد بود بران جان من تیر بیمیرم اگر تو بخوای یه کاری بکنی مامان تیر بیمیرم اشازه بیشی برام 500 میزه من در بادم بنام تو 500 میزه خالشم بگویده گبوزی 500 میزه بنام 500 میزه علی کی تو بینی بدم بعد مامان زمین فاند ما ترگم زمین طرف فاند دخیل خود بنویسم بادم ما ترگم اگر اشم فقط با یه کاری بکنیم اشازه بیشید تانی خب من آفرین ای مارتیری بیرون تو که ما دختری که نخواهم اگه نه آفرین تمام بسو آفرین از آری نمید صبت بکنی خونیدی چه بابا بدش کن تو چی بکن پول نه ما اصلا دختری ننیسی ما نخواهیم دختری ننیسی؟ نه اصلا ننی که به تو عشق یک طرفه ما اصلا ننیسی ما نخواهیم منم اصلا اونو نگفتم که ما شما نخواهیم خب کاری بودی آقل زیمانتی آقل جاری میرم آجا خدا بیان گفتی بیرون آقل زاک ما همیشه دنسی آره چی گفت آقا جان اصلا گفتی ده بالا میسه آلزایمر داشتی با گفتی مثلا تو آقلی با گفتی حالا من آلزایمر داشتی ده بالا میسه اشکال نره ده نرسیده خب تو مرا بگو که مانی چی باید بکنیم اونم مرا بگو ما کار انجام بدن چون خودمون نتونیم فکر کنیم واقعیه ما چتا موزه ناشده چین ده بالا میسه ناشده چین که مثلا باتریمشان بیرون نکنیم باشن تبدیل مثلا بیرون خواب کی تعطیل خواب کی اصلا نه اصلا مترگم بیرن تمام موزه این تمام خواب ده تمام اصلا به هیچ عنوان ده اتاق دون رانه دیشنه خواب چیم کدم هو اتاق دون بسید ورچش سبز خوشید بده فرا کنی شدیم با داستان چیه برش آقا آروم ها صدات بالا نباشه صدای پایین چرا آخه بریم متروش کن سریع بریم بیرون آقا مگه ما با ما داریم دزدی مگه بره با ما داریم زمین مترو بکنیم زمین خودمه نمیخوام حاشیه درست بشه صدات آروم فقط آروم آقا فردا امروز داستان نیبیه اصلا نگران نباش ببین همینجور متروش کن بریم خب بیا
شب زمینی بره. میبینی آقا نگاه کن آقا داستان نشه برای ما. آقا هیچ داستان نیست همینجا رو متراژ کن دقیق ما بدونیم عرصه و عیان چقدره. آقا من اصلا فکر نمی‌کردم زمینش اینقدر عالی باشه. آقا بس بیا یه کاری کنیم. از اونجا درخت آغوز میبینی آخری؟ آره همون از آخری. همونجا مت میکنیم میریم تا اونور. خوبه بیا اینور ببینم. بیا آقا بیا از این طرف از این انتها باز زمینو بگیر زمین این طرف این برام هست. بریم اونور. بده من سرشو بگیر برو تا مامان بیا کیسه من تلویزیون رو بده بیا ببین چی کسی چیه؟ اون چیه؟ اسفندیار؟ غلام برده اگر چه بینم بساعت میشاده رو غلام تو های چگونه بی؟ جان ما روشن جان کی سر برده جان من با ما مت میکنم آقا اسفندیار. چرا بی خود بگویی چرا بی جا بگویی متر کنی؟ آقا من میکار مت کوده نده. قبرستانی هم مت کنی؟ جان میگه تی پیره زمینه مگه آقا توضیح بده برای ما رو آقای روشن با من صحبت کنید. دوات دهنه پسر چرا آقا؟ با من صحبت کنی تو کیره؟ و من دامادم دیگه چرا بیجا بگویی داماد دوستیه چرا ما بی آدم خود بدی برای شما بودیم اومد اینجا خونه ما رو گرفتی اتاق ما رو گرفتی ما چه پذیرایی کردیم زمین ما رو متراژ داری آقای می‌کنی روشن مگه من کار بدی کردم مگه تو خفت بگویی اصلا چرا بی خود بگویی من از بنگاه آدم آوردم اینجا رو متراژ کنه متراژ بیجا بگویی تو که که آقا با شما رفتی نداره که یعنی چی به ما رفت نده؟ ما اینجا بالاخره سهم داریم یا نداریم؟ کی سهم داره تو کیسی بالاخره مادر خانم ما اینجا سهم داره من بهتون گفتم اون خود بیجا بگویی تو تری بیجا بگویی اصلا بیا بزنی آقا مت بکنم غلام بی مصرف ما ترى بعد ما چند نفر ما رو معرفی بودم حالا این میز زمینه مساعد کنی آقا من بونگاهیم. آقا مت کن آقا مت کن نه آقا ول کنی با ما تری انا مثلا شمی از سر تبارک کنم من تو دیواری کنه بده آقا من میرم شما خودتون مشکل نمیزم شما حرکت بدم مشکل بدن چی بابا من داره چه خبری چی شد آقا اسفندیار مادر من یه نفر رو آورده بودم برای متراژ کردن اومد اینجا رو متراژ کنه این آقا ناراحته زمین رو دیگه زمین شما سهم دارید اسفندیار اصلا شما نداره بدون اجازه بدون مشورت برای خودت چیکار کردی آخه امدو جان بفرمایید مادر من که بهتون گفته بودم گفتم که بالاخره شما اینجا سهم دارید هر چقدر آقا اسفندیار شما کی راجع به قسمت کار زمینه و هر چقدر زودتر تکلیفتون روشن بشه بدم بتونه ببینم چه کار بدی کردم بالا بذار بمونم تکلیفتون میگم بفرمایید کی بابا کیری شکوفه جان لای من تری ببینم آقای روشن منو ببخشید به مزوی شما شرمنده به جان میلاد میرو خبر نری شما منو ببخشید یعنی چی آخر از اول من بگفتم شما خطرناکی بمیده کم مهمان آخر تو بیدی هیچی دختر هیچی ولش کن من دلم باشین تکلیف خیلی خوب تقصیر خودتونه دیگه تقصیر خودتونه بذار کار تموم کنیم دیگه بریم دختر برو بابا بفرم ببشین بلش کن ببشین تمام تقصیران تو داری خیلی خوب اسفندیار اگه امشب منتی آغاش بکنه کبریت نزم آتش بزن فقط آبوسه میآبوی سی عجب گرفتاری شدیم ما اجازه بده من کارو تمام کنم دیگه همش قصه کاری می‌ذاری کاری رو تموم کنی آقا ما مهمونیم اینجا مهمونی میکنی کارتون ناقص مونده از دست تو آقا اسفندیار من با مرد صحبت کردم اومد متراژ کنه تمام بشه بریم به کاره تو حال مامان منو دیدی حال مامانم چجوری شده بود دیدم بالاخره آقای اسفندیار خان من این همه مدت آرامش دندون رو جگر گذاشتم که آبروریزی نشه
که نمکی که به سر تو خورده حروم نشه. آخر اینجوری گذاشتی تو دستمون. بفرمایید به شما حرفی زدن؟ نه اصلا میخوام بمونم اینجا ببینم کی میخواد به من حرف بزنه. نه بذار باشم بریم درست سر صدامونو بشنون. اوی برشته ببین همه زمینه داره سم کنه ولی خیلی خب بیا بدرون بابا. اگه تیا خاص خمای ما ایچو کبریز نزم تر آتش نزم بعد بگو. خیلی خب بیا بدرون. شما خانواده ایسی کی؟ واه زنگ بزن چی خلره. حواست جمع کنه نگاه کن چه چشمی با پای بگیم برنگ از خانه بیرون نیه. چی داره بکنم؟ چی واسه برنگ؟ آخه چرا اوی تو دیگه میری فاکت بازی بساد نابا. حالا میره بشو بخ شد سیا بخ بابا. آخه قربونت تو برم. بیسان ایسا قلبی ما مرازه کدانه تو مرازه کن جانم بله موتی جانم موتی جانم میرم مامان نه بوشو بجی چی شده؟ نه ما ورزش میخوایم بازی یه ورزشی هست میگه بوشو بجی بیا بوجود بوشو بجی بیا بوجود خب خیلی خوبه من خیلی تمرینات بهتری آقا اما داری یا گم بوشو بجی کاش که یه چیزی میگفتی بگرشی دی چهره مثل مایه روشن کودرایه خیم کی عاشق بابم کی یکی اشتباهیه تی بسیم در بدر در زنم بالو پر میدیل تی وابسته یه ایور نشی بی خبر تی دیل ایتی که سنگه میدیل تی بستی تنگه فقط تی عشقم را دنیا میشین قشنگه تی بستی چشمک زنه جاسمان ستاره بیا که عاشق بیبیم پر بگیریم دوباره من تی خاطر خایما شهید رایما تو هر جیگایی بشی من تی مره پای ما مره تو بی پانو کن میم را بطانو کن تی دوریم را کرنگ میچوم دریانو کن میم را بطانو کن بستی چشمک زنه که آسمان ستاره بیا که عاشق بیبیم پر بگیریم دوباره میچومنم نم برم تی عشقمی دل کارم هرچی گنایم بابا فقط سر دوست دارم هرچی گنایم بابا فقط سر دوست